خودم دفاع کردم بی غیرت. شوهر من الان بیمارستان بستریه. چاقو رو داری در میاری از تو جیبت. چی داری میگی؟ تو که صورتتو گرفتی، تو چرا دعوا رو شروع کردی؟ ببخشید غلط کردم. شوهر من از ناموس مردم. تو که تو بانک کار میکنی، من چجوری جرأت میکنم برم تو بانک؟ چجوری جرأت میکنم برم تو بانک الان؟ تو فکر کردی؟ حرف آخری مردم رو اینجا بشنوید. من نوعی که اهمیت ندارم. من اهمیت ندارم. این همسایه‌ای که اینجا هستش، حالا زندگی دارن اینجا میکنن، ایشون هم هست و برادرشون سریعا میگن که آقا این یه بچه است که زدن نداره با چاقو دنبالش کنی. باعث میشه که حمله میکنن به سمت اینا با قمه و چاقویی که الان تیغش هم دست من هستش. یعنی اینقدر شدت برخورد بوده که تیغه چاقو هم شکسته. این ضربه ها باعث این ضرباتی میشه رو که ما یک نفر رو الان در بیمارستان داریم که اقدامات درمانیش انجام میشه.